این برنامه فقط برای خنده تهیه گردیده است. لطفاً چیزی را به دل نگیرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت آقای غضنفر برای فامیلشان مبارک گفته و امروز در داخل ارگ ریاست جمهوری ادای نماز جنازه میکنیم. لطفا آقای عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی آماده نماز باشین و دستای دیوالایتان اعلا کنین لطفا. برای جناب غضنفر صاحب ما یک شیرک کوتاه نوشته کردیم که برای شما میخوانیم. نیت کردم ادا سازم نماز جنازه در این ملک بیدر و دروازه. 40 سال جنگ و بدبختی فیغان ما برآمد بی اندازه. پاکستان روان میکنه انتحاری، ایران جوانای ما را به دریا می اندازه. زندگی برباد از راکت و بم شده، به نام مجاهد چیزی که لندغر از جمع شده. میگن باری کج نمیرسه به منزل، خو مجاهدین ما از دلار جور کده بلند منزل. طالب و القاعده ما را از یک لنگ میکنه کشال، خو جنرال بی سواد ما شده مارشال. اشرف غنی میزنه قیماق و چای شیرین، خو عبدالله کتی نکتایی میزنه لب شیرین. خانم صاحب عالمی تو ما را به نماز جنازه خواستی یا با بدگویی؟ همین نماز شروع کنه که ما بریم دیگه. سایسته ما نماز شروع میکنیم، لطفا در دلتان نیت بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله. خدایا برکت کلام پاکت از این 4 نفر هر کدامش که باد علاقه ده الهی د دنیا و آخرت تباه و بربادش کنی. پلیسه اقصد فکرت باشه که من نزدیم، فهمیدی؟ این نمیشه یک آدم نکتایی پوش است اونم اوی علاقه ده. قاری صاحب دروغ میگه، در ایش سفید ازی بازی نخوری. قاری صاحب بسیار چوتار است، خودش میزنه باز دگار نامبد میکنه. قاری صاحب همین ما شاعری میلتیم، همین دکتر صاحب عبدالله راست میگه. پلیسه تو رو در خودت فکر کن. من یک خوش جالم است. صبحکی یک توتگک نان نمیخورم، تا شب چیز نمیخورم، شبم پیش از خواب یک ذره کشمش نخود میخورم. من بعد از کجا کردم که با زیرم ایجه در سر نماز بزنم؟ نه قاری صاحبی دروغ میگه، بسیار یک آدم دروغگوی است. دکتر صاحب عبدالله یک چیزی میگم خفه نشی، تو هم یک شنگ دیوانه برآمدی. یک روز میایی بعدش میگی، یک روز تعریف میکنی، یک روز کتی شستی میکنی، حالا بس چی گپ شده؟ بول قاری صاحب که خطوی چه قصه خبر نداره. این امیر اشرف غنی باز بازی داد. امور روزی که ما را در ارگ ریاست جمهوری خواسته بود، ما برش گفتم که عبدالله باشیم فکرت باشه که بازی میته. ما گفتم هم یار گپی که داره در پیش روی ما بزنه. مگم اشرف غنی هم خود چوتار ایرا گفت نه، گفت بیا که بریم اموجه دمی پسخانه ما تو گپ میزنه. ولی از خدا علی ارگ ریاست جمهوری پسخانه هم داره؟ قاری صاحب ما برش گفتم که عبدالله باشیم در پسخانه نری که باز گذشته واره بازیت میته. حالا خیلی تقسیمات که کدن در پسخانه امضا کدنی، وزارت را که تقسیم کدنی چیزا. قاری صاحب خب باز که من برات صحیح مفصل قصه کنم که چه گپ شده. کجا آوردی مرا رئیس بیجا خو بسیار تاریکیست. دردت به قراری با خود دکتر صاحب ورخطا نشو. باش عبدالله را میخوایم که لیکاینا بیاره. عبدالله چی شدی گم شو؟ بیارم لیکاینا. رئیس صاحب لیکاین ارگ خراب شده، باش که همو چراغ امریکایی را بیارم که صحیح دیده بتانه. خب گوش کن عبدالله جان، ما تو جور میاییم. خب من نیم وزارت ها رو به تو میدم، نیمش از خودم، فهمیدی؟ دیگه شک و لج بازی نکن. خب مقصد که او دفعه واره قانگری نکنی باز. سعی کنی بی‌احترامی میکنی. من از تو کده کلان هستم. من کدام دفعه که تو قانگری کردی؟ گوش کن عادلانه تقسیمات میکنم. خب یک وزارت از تو، یکی از من. اینا گوشت واز بگی. وزارت خارجه داخل از من، وزارت امورات تاسیسات تشلبرد از تو. نه چی هست ای امورات تاسیسات تشلبردش چیست دیگه؟ هیچ کدام وزارت است؟ سعی کنی خو عبدالله جان، من که میگم نمیفهمی بگو. خو من برات گفتم که ما برات بخی یک وزارت کلان جور کردیم. نه وزارت است، در این وزارت بسیار پیسه است. عالمیال در افغانستان چقدر نفر مکتب میره، چقدر تشلبرد میکنه، کدام زیاد است؟ بالا او رقمیشه که فکر کنیم خو تشلبرد زیاد است. خلاص اینال اشتر شدی. اینال خودت فکر کن، در روز در کوچه چقدر تشلبرد میشه، چقدر شرط زده میشه. سر هر کدام از که تو مالیه پرتی چقدر پیسه میاد وزارت. اینال فکر کن صادرات و واردات تشله خود از یک پیسه دیگه است. خب اینال میریم سر وزارت های دیگه.
وزارت دفاع از من وزارت تجسس دوچرخه و پنچرمینی است تو. چی هستم؟ وزارت دوچرخه و پنچرمینی چیست؟ من قبول ندارم. سعی کنی عبدالله جان بازم گپ میزنی نه؟ من با فایدت گپ میزنم. حالا یاد افغانستان موتر سوار زیاد است یا بایسکل سوار؟ والا ریاضی من چندان خوب نیست، مگم فکر کنم که بایسکل سوار زیادتر باشه. بس خلاص این خودت هوشیار آدم. حالا یه بایسکل پنچری داره توپش میبراید چاینش میده میشه بریکایش خراب میشه یک کل پیسه است دی وزارت. حارس اب چی سرت به درد بیارم قصه کوتاه اینمی چیزی که وزارت های چتی و چباله بود آنم واره کلش برای عبدالله دادن. و مطلب من قوشیاری کردم که گفتم من یک شرط دارم، اما شرط من اینمیست که من باید مارشال شوم. علمی تو که جنرال بودی چه گله داده بودی که مارشال شدی؟ خدا بزنه شماره که کلتن در فکر خود هستین. این مردم بیچاره ما که در دریا غرق میشه کسی دمی قصی از اون نیست. حارس همی گپ ها را دیگه بان تو که همی من یک سوال از تو کده بودم که همی جواب من را تابال ندادی. همی من گفتم که همی کسی که باد از وضو بادش مشکنه باید استنجا کنه یا کل وضو را از سر بگیره.